من دین آمدم با خوبی گفتم ای مرد که خوب تو اگر 10 تن آورده کومل قطی همینجا آبگر کرده باشی ما طرف در تو نمیکنیم 1000 تن قطی سیلرک قطی تو آبگر کرده باشی تو کلوچیت کنگیر ما یگان طرف تو نیستیم در حالتی که تو آمدی بیگانه در آمدی تو کار کن خلقی کمبغل نانته کمبغلی که مانده تو نانته صاحب بگیر از تنه که تو کار کنی صاحب خلق تایی تو میخیزی آوی و محکم در دوری شوروی برای این ساختمان کامپلکس نو کتلی ساخته بود این آب پروردگار آفریدگی برای تبابت گرفتن آخی این کتل رو گرفت پول گرفته در کیسه زسوده کتل رو محکم کرد انکو این آب میخواد که فایده بیند نامی مامالی کار ما رو ترس میدن کار سر میکنیم یا که خانه رو میگیریم یا جای دیگه ما رو همه خیلی از در پهلوی آسایشگاه با نام آسایشگاه خوردکک داریم در اونجا قریب که 30-35 نفر باشندگان همین دیهات کار و فعالیت میکنن اینجا نمیدونم کنکورنسی باشه بیا که چی برای اون که من خانه شما روم شما خونه‌تون رو پیشتر تیار کردنتون در کار یعنی که من دیلم کشد که خانه شما رو یا که در بازار چای خانه من دیلم خوراکی را میکشد که و بهتر و بلازت پخته شده باشه پس شرایط مهیا کردن ممکن باشد که من همچون استراحتچی بیام اینجا من مکان شود و بالا روم این برای این کار کردن ممکن نیست بردنی و آب من اینجا باغ داشتم نبینه چه خیلی های کردن همینجا یک کردم جایشتی تاویستان آخر نشد که در خانه کلیته بوگین آبی بوگین در اونجا شینی خیلی من خیلی کردیم من اگه و گوساله موندیم مبوز و بوزاله موندیم آیت دانی بالازت موندیم منم تیگشتیم در این قشلاق ما تخمینا 800 تگی 1000 نفر انسان استقامت میکند شخص خب در این آبشیشتا باشه تخمینا 50-60 عائله زندگی میکند که قسمت زیادی این در این آسایشگاه کار میکنند گریبور آمدن یک کن گفتم من گفتم خمونتون گفتم خودم کار کنم 80% در شما میکنم 20% در خودم میگیرم این هشتم نگفتم برای همین چایخانه رو نمیکنی گفتم من در کار جگ نزدم چایخانه